عباس. بله. چطنی؟ خیلی بش. چطنی؟ عباس. بله. من میگم برو رزینه بیار خاطر این غلینا نگذارم بالا. رزینه؟ بله. چیکار میکنم؟ خاطر این غلینا نگذارم. غلینا میگذارم بالا رزینا بوشش تام. هنه برو میارم. خوب. کو رزینه؟ نوعی رزینه بیار. بفهمیدیم مدام تو آدم چشاخ و کوری نمیبینی. نه که من کورو نمیبینی چشمان راسته کو کوری من کوری تو اینجا نمیام آدم رزینه چی شده؟ دویدم زینه میبینم اینجی زینه صبح اینجا گابو کی؟ هم صبح یعنی صبح بودک به شما خوب دیدی؟ خدا بودک من بدیدم خواه نگم ای گلک ای غیر از بابا نبرده باشه که کسی نبرده غیر از بابا دیگه کاری کار نکرده هی اعتباری نیه همین 100% بابا برده ما گاهی وقت به نانه خود میگم نه میگم نه تو سیکو تو میبینی دیگه چی نبرده نه ها؟ همین کار باباه نانه نانه بله با چی بایی؟ با شما دمه که میگم نه پیار من نگذاریم به سرا که بیایه پیار من نگذاریم میگیم پیارتونه آن پیار من زینه ما برفتیم اینا رو با باله با من فرشار میشینیم سعی میکنم که ای بیا مادک ماستم به تک گوش عزیزانم میگه که مچم زینه نیه بیا مادن سعی میکنه آن زینه نیه صبح زینه میگه گذاشته نبود خب چه کار کنیم مردم با ما بد میگویر بدار کنیم از سرا مردم را میفهم که معتاد شیشه میکشه نه هر کسی یک چیزی با ما و شما میگه همسایه یک گپی میزنه انال بخوره انال برای زینه بخره بازم سعی کنیم شاید نبرده باشی باری سعی کنیم بیشتر نبرد آخه من این سوار از زینه میپاله که وقتی تو میتونه دویده برو پشت سرای آوی بر برو تمیز اینا توشون بگردم برادر ده سرا کی وا کرده من 10 دفعه به شما میگم این نخ خطا دیم نخ نمایم در سرا سیم خطا دیم وخی بده کجا برم توشون بگردم همین تو برو به او به می خرابه های دیگه به هر جا بزین سعی کن رو چرخان نمیکی ها اینا رو هم سعی کنه بابا چی میایی؟ هیچیه بابا این چیز اضافیه این چی میکنه؟ پیارم بابا این کارا رو نکنیم بابا شما می دیرو که رزینه رو بردیم آخه رزینه رو به کجا بردیم بابا هم گپ بده من خودمان کم میریفتم میتونم من نشه باشم خال خمارو نانه شما نانه چی میایی؟ نانه چه کار میکنه؟ قبرستان تو روی ابرامی با چهار تا دمی کوچه ببرده شهر نمیکنه خدا تو دم بدر کنه بچه همون نمیستن پیش همسایه بشینم پیش از میگم بیار تو ماتونه زندگی ما رو بدر کردی ببردی پمپ ننوردش تا خیر برای پیارم چه کار کنیم ما دست شما این چند اضافیه اضافه عباس با شما نگفتم این در کن که نخرم ما کچ کردیم این در کو کی چیزی رو نخیر که از کجا میایه پیارمه قرار تو رمال میگم که برای کمی که چهره بستنم ازدی بشی نشدم خدای درده که زندگی ما پاک ببرد با ما چی نگاهش در رزینه میبوره پومبر میبوره ما با کجا نه تا نانه چه کار میکنه؟
چکار که نمیتونه؟ بابا هرچی شما ببردن 10 دفعه ترک دادین پیرم شما چه ریته میکنی واقعی؟ نمیتونم خریدار کردن نمیتونم. خون نمیتونیم آخه بیایم من خونم اینجا خوشیم اینجا بم یه خونه شما رو اینجا زنجیر زلفی میکنی که بالکن ترک کنی چند دفعه شما رو به این چیزا بردیم ما میانی شیشه میانی که من برم بخونه بشینو. تو قبرت بیارم خوب این خواهی بچه هم برو نازه برو. عباس بچه میگه مدر میشون تمام مردا با من میخندم میگم پیار تو معتاده برو گپ کنند که من پوم پلم تا ساعت تو میزنم. نکو خدا تا بچه هم دیار باشه و چون بطوره نزنم این پوم آمونه خود زندگی کدومی چکانه زندگی مردا برو مردار بدر کن خدای اینا نه ندانه 5000 روپیه آره بزی که پا میخوام این ما چند وقت پیش به 4000 و چند خریدیم حالا 5000 بیشتره خدا دارم و در کنم مواد پولیسار کسی به توی برو مواد برم ندارم این همه از دور چی شد عباس ننه؟ نه این کلمه که که چلو بسونه که چوش پخته کنی دیگه چی بکنه کمی تلفن مسای کنیم به کجا بنه که زنگ زنم من با کاکا خوب نه بگی ها و خدا با پیدا شدم چه کار کنه؟ آن پمپ پیش ما گذشته پمپ 4000 روپه 300 روپه 400 روپه بالی پمپ داده بدیم ها و خدا بستون نمده هستینا خدا حافظ بیایم کاکا بیایم خدای در کنه که ما زندگی ما خراب کن دیگه نانی بکسرو دیگه مونه دیگه اگر رو دی همی پرشو تا خونه رم خواب بگه برو زمین ها خمشیم نه کلا گناه به زیر سر شما به شما میگم که نه پیار من نگذاری که به سرا بیایه میگم گناه داره من شو گریه میکنم که برون علی چه خواهی با شما به تا خراب کنه خوب ما کردم این کاره چه کار کنیم میگم همسایه ها با ما بد نگم که میگم این بیرون کنم از رو خبر نیم داده نمیتونم خبر ندارن که چی حالت داره بیزی خونه و زندگی و سرمون ایف شما بچه ها ببیده پیاری ایف شما ساعت ایف شما ببیده پیاری چوب کنیم نه چوب کنیم گریه نکنن کاکام میآید پسور میبرین دوباره میشونیم چوب کنیم چوب کنیم برارم با چی گله به داده آما منم گیلک در واکو بیشتر که سلام خوبیم خیلی سلامتی یارت سلامتی بخیر بیاین بفرمایید کجای پیار تو بیرو کردم خوب کار کردی سکیل باشه بیارم باشه میرم که کار دارم خب زودی میرم من با سکیل شما نبره قلف کردم چای نرس کاکا جو باشه پاچال امام یله من بیام ودم مگرم زودی پس برو نمیریختی چای یک پیاله بخور این چی رقمه این چی مسئله من چی میشنم بگم نه شما بگم چی گپ بزن برو من چی بگم زندگی من پاک از این چهارده سال جمع کرده و برده و بفروخته و کسی بخستی و نشده اما نفسانه نمیکنیم و گپ زنه من چه دارم به درس بریم و میگه خب من چه کار کنم من چی خاکه به سرخو کنم یک فکر شما به خدا بکنم که دیگه وقتی بیشتر دیگه مطمئن تعامل کرده نمیتونیم بچه هم دست روز ندارم بدر میشم همسایه بزنم میتونم پیار تو معتاده من خود 3 بار بردم این ترک دادم بازم من میبینی شروع کرد چه کار کنم خودی از این همین بگیرم به خاطر خدا شما می همکاری بکنیم همین در خدمت بریم ما بکنیم هم گیلک کاکا تو بگو من چه کار کنم خودی از این برو خود سلام بیشتر کاکا جو بخیر سلامتی سلامت پیار کو ندیدی تارو کی؟ پیار بابا کو نه چری؟ پمپ بردم باز پمپ زنگ زدن برای مکانه با پمپ برده بستم نه بردم مادم کوچه بیامدم تا در وقت دیدم که احترامانه پمپ به دست پیار من پوم با دستی بوده
خوب شد که پمپ نبرده بود. نه که میبرد اگه اونم فقط به دوری پسودو میکرد اونم میرفت بالای مواد و شیشه و به زنم بگیر میداد. اشته گیر کردن گلک. میگم به تا سرا بدون دیگه. هم در وا کردن دیدم از بر ماست بیریشه. من به خونه کوکا کجا آروم ندارم. کوکا. هذا است از این پیار شما که برام نباشه. زینا بگو تام شما زینا بگو. کاری بو کوکا به خدا اما سمونه که این فرشم ببرم. ما روز زمین لخو کنیم بشین. راست میگی کوکا جون. راست میگی. دیگه کاری بکنم یار تک ده. چند دفعه تک دادیم باز این عمل ما خود سوار بردم این تک دادم. باز خدا ناتاس باز شروع کرد. چه کار کنه خدا عزیز؟ آخر از چه کار؟ این زینه چی رقم بود؟ زینه رو کجا برده بود؟ زینه اما علفر دارم میکردم شکران بیان گفت که زینه بیا خاطر فرشا بوشوشته که بالی را پر زینه بندازم میان سعی کن زینه نیه میره پیش گیلنگ ماز به تر دوشم بزنه گفتم را بیانم که میبینن را پر زینه نیه میگه زینه رو برده بابا من نه این فهم به کجا برده به کی بداده که برم بستونم من آه به کی برده نیه کاکا میره میفروشه مواد خور میزنه خونه این مواد فروش خدا ناترس بلد نی این پمپ 5000 روپیه قیمت داره 4000 چاق خوردی گیلک بخریده بود خب اگه میبور زندگی مانه سیگو کوکا جو اردو تا شما این بری بگردیم بلکه اون پیدا کنه اما مجرده که پیدا کردیم برای من یک زنگ بزنیم که این دوباره ببرم ترک دم خوبه من این دفعه میفهمم میره به کجا ببرم همین یک جای ببرم نه من یک سر گریه میکنم همین یک جای ببرم که ابوالعبد دیگه نه ببینیم نه به شما چی میگم شما زن برو از من گله نکنین دیگه اینا میته جو اگه ترک نکردین دفعه همین یک جای میبرم که دیگه نه بخی کاکا یک کار بگم کی بیام ترکم بداد یک سال دیگه میزفی ورسی که دیگه از یه عمل الک کنه دیگه گریه نمیکنی نه خاطر شما نه دیگه شما که کار نداشته باشین چرا من گریه کنم ما میگیم آدم عباس میگه همسایه گفته پیار تو معتاد پیار تو دوسته گفته کوچه خود رو نداره ما بنیم ببین زن برو ابرو مرم ببرده ابرو برو داده کو مرم ببرده امینو سر خور پیش مردم چی رقم بالا کنن هر کس تنه میده برای خود من تنه میدم برار تو معتاده بز اینو تنه میدن پیار تو معتاده خب من دیگه میرم که دیر میشه سر پاچال همون میله چایم نه شاگردشوندم بس دیگه میرم همین چای همونجا میخورم چای دیگه هم بخوریم زنده باشین کوکا جو شما بشینید کوکا جو من میرم دیگه برای خداحافظ 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 زن برو